این هفته احتمالاً حرکت داریم و میریم برای ادامه ریزش. چرا؟ بیایم بریم تا این فریم بالاتر بهتون نشون بدم. تا این فریم هفتگی که ما بریم، این کندلی که توی هفته پیش برای ما بسته شد نشون دهنده ادامه ریزشه. چرا نشون دهنده ادامه ریزشه؟ بلکه اومده تا این شادو پر کرده، یعنی این کندل اومده تا این شادو پر کرده و خودش هم یه شادوی ساخته. این شادو نشون دهنده ضعف روند تو ریزش ما نیست، نه، یه کندل معمولیه. شما توی همه جای مارکت این کندل رو میتونید پیدا کنید. شما اینجا نگاه کنید، این کندل نشونه ضعف بوده؟ نه. پس اینجا این کندل نمیتونه نشونه ضعف باشه. این یک دلیل که ما میتونیم این هفته برای ریزش پیشواز بریم. یه دلیل دیگه ای هم داریم، SMA ما. شما اجازه بدید من این RSI خاموش کنم که SMA روشن کنیم. SMA توی تایم فریم هفتگی SMA هم موقع میرسه به کندل ما یه حرکتی داریم. الان اینجا SMA 7 داره نزدیک کندلای ما میشه، مثل گذشته مارکت. SMA 7 رسیده، یه بالا زدیم ریختیم. SMA 7 رسیده، دو تا کندل سبز زدیم ریختیم. اینجا SMA 7 رسیده، رفتیم بالا. هر موقع SMA 7 نزدیک کندلای ما میشه، ما میتونیم یه دونه حرکت داشته باشیم. آیا اینجا میتونه مثلا SMA 7 وقتی برسه ما یه بالا بزنیم بعد بریم پایین؟ آره میتونیم این اتفاق هم داشته باشیم. ولی چرا این کارو نمی‌کنیم؟ چرا نمیریم برای پوزیشن لانگ و اینا پیشواز بریم؟ یه دلیل داره، اونم اینه که ما این کندل رو بستیم. یعنی اگه ما میمدیم اینجا مثل این کندل یه کندل رنج می‌بستیم، میگفتیم احتمالش هست که ما دوباره بریم بالا، دو تا کندل سبز بزنیم بعد بیایم برای ادامه ریزش، یا مثل اینجا دو تا کندل سبز بزنیم، چند تا کندل سبز بعد بیایم برای ادامه ریزش. ولی این نشون دهنده مومنتوم ریزشی ما، یعنی مومنتوم ریزشی ما نشون دهنده اینه که ما می‌خوام بریم برای ادامه ریزش. حالا بریم تایم فریم‌های پایین‌تر ببینیم چی داریم. تایم فریم روزانه. تو تایم فریم روزانه ما اومدیم اینجا برای خودمون یه دونه مقاومت درست کردیم. حالا مقاومتش اینو من برای تایم فریم پایین‌تر کشیده بودم. اینو میشه بیاریش، این خطر میشه بیاریش اینجا قرارش بدی. یه مقاومتی تقریبا اینجا برای خودمون درست کردیم و داریم چند تا کندل رنج برای خودمون اصطلاحاً زدیم با چند تا شادو. دیتای خاصی بهمون توی این چند تا کندل آخر نمیده، اما در کل دارم میگم آقا توی این منطقه ما اوردرهای زیادی داریم، سفارش‌های زیادی داریم برای خرید. هر موقع قیمت به اینجا میرسه ما با یه شادو برمیگردیم بالا، یعنی کندل تبدیل میشه به شادو، ما برمیگردیم برای ادامه ریزش. حالا اجازه بدید بریم تایم فریم های پایین‌تر ببینیم پایین‌تر چی داریم. تایم فریم 4 ساعته که برسیم، شونه عزیز شما پاک شو. تایم فریم پایین‌تر، تایم فریم 4 ساعته که ما برسیم، یا خدا حرام باشه مگه میشه؟ تایم فریم 4 ساعته، ببخش، تایم فریم 4 ساعته که ما میرسیم اینجا یه دونه حمایت برای خودمون ساختیم. توی این حمایت میتونیم بهتر کندلا رو ببینیم. ما میخوایم برای 53-46 یه پوزیشن شورت باز کنیم، به همون دلایلی که توی تایم فریم های بالاتر بهتون گفتم. آیا میتونیم اینجا با شکست اینجا باز کنیم این پوزیشن؟ نه. چرا نمیتونیم؟ شما اگه بیای توی 4 ساعت هم دنبال اون کندل قشنگ بگردی، یعنی دنبال اون تایید اون کندل بگردی، احتمالش شادو شدنش تو کندل بعدی فوق العاده زیاده، یا احتمال اینکه بیاد پایین نقطه ورود شما رو بزنه بعد بره بالا خیلی زیاده. برای این چه کار میکنیم؟ میریم تا این فریم های پایین‌تر. تا بهتون بگم چرا میایم تا این فریم پایین‌تر. تا این فریم پایین‌تر، تا این فریم پایین‌تر به ما روندا رو زودتر میده، یعنی میتونه تاییدای زودتری به ما بده. چرا اومده پایین‌تر که شدتر میشه پوزیشنمون، احتمال استاپ خوردنش زیاده. آره این هستش، اما یه مسئله دیگه هم هست. به خاطر این اوردرایی که من گفتم این پایین وجود داره، ما اگر بخوایم بریزیم شارپ میریزیم، یعنی یکو وارد این اوردرها میشیم، اوردرها رو رد میکنیم و میریم برای ادامه ریزش. ما دیگه مثل اینجا اینجوری با این کندلای کوچیک نمیایم پایین، اینجا رو با این کندل میایم پایین، با 2 تا 3 تا کندل میرسیم به این
حالا نمیگم دقیقاً 2 تا 3 تا کندل، ولی منظور اینه که روند ما فوق العاده شارپ میشه. شما اجازه ورود پیدا نمیکنی که بگی که من بذار این کندل 1 ساعته ببنده یا فلان 4 ساعتمون ببنده بعد من بیام اینجا شروع کنم به پوزیشن باز کردن. اینا اجازه ورود به شما نمیده. پس بهترین حالت اینه که ما بیایم توی این حمایت، توی 59 163 اگر میخوای پوزیشن باز کنی توی 59 163 میای اینجا اوردر بوک تا میری نگاه میکنی. بعد از اوردرهای بای و خریدی که وجود داره شما میای تریگر رو میذاری اینجا، میای سفارش رو برای این نقطه میذاری. احتمال من نرفتم اوردر بوک نگاه کنم، ولی احتمالاً تا این نقطه، تا این حدودا نقطه ورود شما میاد پایین. یعنی شما باید تو اوردر بوک نگاه کنی، بعد از سفارش‌های خرید بیایی سفارش خودت رو ثبت کنی که اگر میخواست برسه به اون سفارش‌ها و قیمت دوباره برگرده بالا، نقطه ورود شما فعال نشه. این یک مورد. آیا همین یک کندلی که بیاد اینجا برای ما ببنده یا یه حجم خوبی بخوره این نشونه ورود برای ما؟ نه. چرا؟ چون میتونه دوباره مثل اینجا برگرده بالا. نیاز به تاییدای دیگه داریم. تاییدای دیگه چیه؟ تاییدای ما که از تاییدهای خوب ما اینجا میتونه RSI باشه، ورود RSI به اوورسل. این میتونه یعنی توی اوورسل کندل بسته بشه که RSI ما زیر این خطه. وقتی که ما بیایم زیر این خطه توی RSI این یه تایید خیلی خوبه، نشون دهنده یه مومنتوم خوبه که ما میتونیم شارپ بریم و درگیر اون سفارش های خریدی که اونجا اون پایین هست نشه. یه شاخص دیگه ای که من استفاده میکنم DMI. شاخص DMI اطلاعات خیلی خوبی به ما میده. اگر دوست داشتید بگید توی کامنت ها که براتون ویدیوی آموزشیشو بسازم. شاخص DMI یه دونه خط نارنجی رنگ داره که نشان دهنده ریزشه، یعنی هر موقع که خط نارنجی میاد بالا نشون دهنده اینه که حجم فروش داره میاد، مردم دارن سیل میگیرن. هر موقع که خط آبی رنگ داره میاد بالا نشون دهنده اینه که مردم دارن میان روی سفارش‌های بای و دارن خرید میگیرن. حالا این قرمز رنگی چیه؟ این قرمز رنگی نشان دهنده ADX، اگر اسمش درست بگم. ADX وقتی که میاد ما داریم مثلا دوی نارنجی رنگ میریم این بالاه، هم وقت شاخص ADX ما میاد پشت نارنجی رنگ قرار میگیره، نشون دهنده دوباره نشون دهنده یک روند قویه. یعنی هم موقع ببینید اینجا مثل اینجا هم موقع ما اومدیم بالای این نارنجی رنگ قرار گرفتیم نشون دهنده اینه که آقا ما واقعا حجم فروش خوبی داریم توی این مارکت. حالا هر موقع ما توی DMI خط آبی رنگ ما از خط نارنجی رنگ ما یه فاصله معقولی گرفت، نمیگم اندازه اینجا ولی یکم پایین تر، یعنی مثلا این خط آبی رنگ ما تا اینجاها تقریبا بیاد، تا این نقطه ها که بیاد این دوتا از هم فاصله بگیره، ما میتونیم بریم اینجا یه دونه اوردر بذاریم برای فروش، برای تریگر ورود. هر موقع اینجا ما فاصله گرفتیم میتونیم بریم یه دونه سفارش اینجا بذاریم. حالا یا اینجا یا اینجا، من اینا حدودی دارم میگم، بازم شما باید بری اوردر بوک نگاه کنید. این از بیت کوین ما که میتونه حرکت داشته باشه. احتمالاً هم تایم آمریکا، حالا تو این چند روزه تایم آمریکا ما بهتر حرکت داشتیم نسبت به تایم های اروپا و آسیا، و تایم آمریکا از همه بهتر ورود میده به اون. احتمالاً همون موقع ما میریم برای ادامه ریزش. دامیننس بیت کوین چی به ما میده؟ دامیننس بیت کوین اینجا 5841 یه دونه حمایت خوب برای خودی ساخته بود که از قبل هم بهش واکنش نشون داده بود. در حال حاضر اون شکسته. ببخشید. در حال حاضر اون شکسته. خب این شکست میتونه یه تایید خوب دیگه برای ما برای پوزیشن شورت باشه که آقا پول از روی بیت کوین داره خروج میاد. وقتی پول از روی بیت کوین بیاد بیرون، خب پس میتونه بازار بریزه. پس این یه دونه دیگه تایید برای پوزیشن شورتمون. USD.D ما چی داره به ما میگه؟ USD.D دیتای خاصی به ما در حال حاضر نمیده. چرا؟ اگه نزدیک اینجا بود، نزدیک این سقفش بود، درگیر این مقاومت بود، میگفتم آره صبر کن تا مثلا یک کندل 1 ساعته بالای این مقاومت ما ببندیم، بعد ما مثلا میریم برای اینکه پوزیشن شورتمون رو بیت وا کنیم و بریم اوردر بذاریم. اما در حال حاضر ما دوریم از این. تا اینکه بیت کوین بیاد
مثلا میگم مثلا بیت کوین بیاد تا این نقطه ها اینا احتمالاً ما میرسیم مثلا درگیر این مقاومته میشه. اون جاها دیگه اگر ما بخوایم وقتی این برسه درگیر مقاومت بشه ما بخوایم تازه بیایم اینجاها پوزیشن باز کنیم، واقعا بین زمین و هوا میشه. یعنی هم استاپ ما خیلی بزرگ میشه، هم پوزیشن در بین آسمون و هوا میشه. بعد تا بیای باز کنی اینجا حرکت شارپ به شما اجازه ورود نمیده، یعنی اصلا نمیشه پوزیشن باز کرد. برای همین نسبت به USD ما یکم پیشواز میریم برای پوزیشن شورت بیت کوین. دیگه چی دیگه همین توتال 3 و توتال 2 ما این توتال 3 دیگه خاصی به ما نمیده، صرفا رنجه. یه خروج پولی ما داشتیم رو آلت کوین ها که حالا خیلی شما روی هر 4 تا آلت کوینی بری تو 90% آلت کوین ها اینو میتونید مشاهده کنید. یه خروج پول داشتیم، در حال حاضر داریم رنج میزنیم. آیا آلت کوین ها بهتر نیستن برای پوزیشن شورت؟ خیلی هاشون نه بهتر نیست، خیلی هاشون بهتر نیست. چرا بهتر نیستن؟ چون خود بیت کوین بهتر میریزه. یعنی اگه شما بخوای مثلا به درگیر این دوج بشی یا چیزای دیگه خوب نیست. همین دوج بازم تریگرش نسبت به آلت کوین های دیگه ما خوبه. چرا خوبه؟ چون پیر بی تی سیش هم نزولیه. شما هر آلت کوین یا الان پیدا کنید که پیر بی تی سی شون. ببینید ما دو تا پیر داریم، یه پیر یو اس دی تی داریم، یعنی قیمت یک ارز نسبت به یو اس دی تی میسنجیم. یه دونه پیر بی تی سی داریم، یعنی میایم قیمت هر ارز، ارزش هر ارز یا نسبت به بیت کوین میسنجیم. الان که شما برید تو پیر دوج کوین، الان اجازه بدید من برم براتون نشونتون بدم. شما پیر بی تی سی شما پیر بی تی سی چارتش داغونه، اینم چارتش داغونه، اینم داغونه. این چارت خوب ندارید شما. نه این بهتر، اینم زیاد چیزی به ما نمیده. در کل ما شما ببینید اینجا یه حمایت داشتیم از دستش دادیم توی پیر بی تی سی دوج کوین. اینجا هم درگیر این حمایتیم. این حمایت هم تقریبا میشه بگید از دستش دادیم. زیاد روند نداشتیم توش ولی از دستش دادیم. حالا من چارت بهتر پیدا کنم بهتر میدونم این موضوع بهتون نشون بدم. یادم نیست کدوم چارتاش بود که خوب بود. این بهتر از همشون. یه دونه اینجا ما داشتیم، یه دونه حمایتی ما از دست دادیم، درگیر این حمایتیم. الان تقریبا میشه بگی که داریم ورودامون رو میگیریم. اینجا چون داریم اینو میشکنیم رو به پایین، پس خود دوج میتونه بهتر بریزه. این مثلا دوج نسبت به ایکس آر پی خیلی بهتر میتونه بریزه. حالا ایکس آر پی هم خودش هم ریزشی ولی نقطه ورود برای ما نداره. یعنی بین زمین و آسمونه. ما نقطه ورود خوبی برای این ایکس آر پی نمیبینم. احتمال خریدای شاه وجود داره، مارکت میکرها یهو میان توش از این کارا انجام میدن. زیاد جالب نیست برای پوزیشن شورت. ولی خود دوج خوبه. خود دوج میدونید بعد شکست این نقطه تقریبا حالا حدودا این نقطه شما برید بر خودتون حمایتش رو پیدا کنید، بعد شکستش برید روی پوزیشن شورتش قرار بگیرید. ولی من بازم توصیه‌ام اینه که بریم روی بیت کوین. بیت کوین یه لگ بریزه، شروع کنه بریزش، بعد این ارزایی که ادامه بودن اینا هم میان باهاش پایین. یه بیت کوین بیاد پایین، اینا برای خودشون یه ساختار درستی تشکیل بدن. مثلا یونی هم بد نیست. من یونی هم دیروز داشتم پیر بیتیش نگاه کردم، بد نیست. ولی خب پوزیشن باز کردن باهاش راحت نیست. رو بیت کوین خیلی راحت تر می‌دونی پوزیشن باز کنی، استاپت کوچیک‌تر در میاد، کارش بهتر. در کل ما تا این آمریکا میتونیم ادامه ریزش داشته باشیم. حالا حتما امروز نه توی این هفته میتونیم بریم برای ادامه ریزش. اینم بازم 100% نیست، ولی خب یکی از محتمل ترین سناریوها برای این هفته است. خیلی ممنون تا اینجا ویدیو من نگاه کردید. اگر دوست داشتید چنلمون رو سابسکرایب کنید. هر روز سعی میکنم براتون تحلیل قرار بدم، ویدیوهای آموزشی که تشخیص بدم براتون خوبه. یعنی مثلا شاخص دی ام آی که الان من دارم در موردش صحبت میکنم، برای اینکه بتونید تحلیلای قرار میدم و متوجه بشید، یه سری آموزشام براتون قرار میدم. مثلا اولیش فکر میکنم شاخص دی ام آی بیام توضیح بدم براتون و از این جنس آموزشا براتون قرار میدم. اگر دوست داشتید چنل رو سابسکرایب کنید، لایک هم انجام بدید.
خیلی ممنون که همراه من بودید.